به یه ویدیو بی محتوای دیگه با من خیلی خوش اومدید. فقط قبل از هر چیزی اون لایک و سابسکرایب پایین صفحه رو بزنید تا جون بگیرم و مانگای فلفلی تری براتون بذارم. بزن بریم. با دیر رسیدن به دفتر فروشنده، مدیر نیشیاما که اسمش آماهارا بود شروع کرد به سرزنش کردنش. نیشیاما فوراً عذرخواهی کرد و دلیل تأخیرش رو به این جلسه به مشتری قبلیش نسبت میده. آماهارا اونو سرزنش میکنه و میگه که باید بهش حتما اطلاع میداد و دیگه تازه کار نیستش که ندونه باید چی کار کنه. نیشیاما از اینکه نمیتونست خودشو از این وضعیت نجات بده ناراحت و معذب بود، اما همزمان داشت به این فکر میکرد که آماهارا واقعا خیلی خوشگله، اما خب میتونه همزمان کنارش ترسناک هم باشه. توی مهمونی کاری اون هفته نیشیاما بدترین جای ممکن رو گرفت، درست کنار آماهارای ترسناک که بغلش نشسته بود. نیشیاما داشت شور عرق میریخت و از تماس چشمی هم پرهیز میکرد. آماهارا مشغول نوشیدن و نگاه به بقیه بود و بعد از اینکه نصف نوشیدنیش رو سر کشید به سمت نیشیاما چرخید و شروع کرد به حرف زدن باهاش. اون گفت که باید چه کارایی انجام بده تا یه کارمند خوب برای شرکت باشه. اینکه باید سرش رو بالا نگه داره و بیشتر اعتماد به نفس داشته باشه. صبر کن، اون اینو گفت؟ یه ساعت بعد با خوردن تنها یه لیوان از اون نوشیدنی رومیز از نیشیاما پرسید که ازم متنفری یا نه. البته از قبل خودم اینو میدونم. نیشیاما هم بهش میگه که متنفر نیستم، قول میدم اینو بهت. آماهارا هم بهش میگه که مهم نیست، به هر حال خب کارم رو انجام میدم. در اصلا اهمیتی نداره اگه ازم نفرت داشته باشی، چون به هر حال که تو برای منی. نیشیاما فکر کرد که چقدر بامزه است که آماهارا فقط با یه لیوان نوشیدنی مست شده و اصلا حدس این کار رو نمیزده. مهمونی دیگه حدوداً تموم شده بود که آماهارا روی میز گریه میکرد و از نیشیاما خواهش میکرد که ازش متنفر نباشه. همکارش داد زد و پرسید که چرا آماهارا رو به گریه انداخته و به نیشیاما میگه که مرد باشه و مسئولیت به گریه انداختن رئیسش رو به عهده بگیره. توی راه خونه بودن که یهو آماهارا بالا آورد و خب این واقعا ناامید کننده بود. نیشیاما در حالی که لنگان به سمت در میرفت از آماهارا میپرسه که کلیداش همراهش داره یا نه. آماهارا سعی میکنه که بشینه، اما نیشیاما بهش هشدار میده که نزدیک خونه هستن، پس روی زمین نشینه. تو همین حین با نگاهی بهش متوجه شکاف پیراهنش میشه که هندونه هاش رو داشت نمایان میکرد. اون با دیدن هندونه های زیبا و آبدار آماهارا آب دهنش رو به سختی قورت میده. وقتی در باز کرد نیشیاما متوجه نشد که رئیسش در حال حرکت به سمتشه و به محض ورودش به خونه آماهارا روی زمین هل داد و روش نشست و ازش پرسید که به هندونه هام خیره شده بودی بلا؟ چشمای نیشیاما به عمق هندونه های ناب و رسیده که آماهارا خیره شده بود. اون نه با کلمات و نه با جسمش راه فراری نداشت. اون آماده بدترین حالتها بود و به این فکر میکرد که چقدر این کار آماهارا دیوونه کننده است. تو همین حین آماهارا در حالی که روی نیشیاما نشسته بود شروع به بوسیدن اون میکنه. زبونهای اون دو نوگل شکفته تو رقصی پرشور تو هم قفل شده بودن. در حالی که زبون آماهارا در حال نفوذ به دهنش بود، نیشیاما نمیتونست به هیچ چیز دیگه ای فکر کنه جز نرمی زبونش. اما تو همون حین فکر میکنه که آماهارا چون مسته نمیتونه به چیزی فکر کنه، اما اون عاشق نیشیامای داستان ماه. البته نیشیاما هم آماهارا رو دوست داره، خیلی هم دوستش داره. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد یه سری به کانال بزنید، چون کلی ویدیوهای دیگه هم هست که با دیدنشون مطمئنم که خوشتون میاد. اگه بخواید اسم این مانگای فلفلی رو بدونید تا برید نسخه اصلی و بدون سانسورش رو پیدا کنید توی کامنت ها بهم بگید تا اسمش رو بهتون بگم. بای